واتیکان دولت شهری مستقل و کوچکترین کشور دنیا در قلب شهر رم ایتالیا، یک پادشاهی پاپ سالار و محل اقامت پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان. این کشور با مساحتی حدود 440 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 800 نفر، کوچکترین و کم جمعیت‌ترین کشور مستقل دنیا لقب گرفته. پایتخت این کشور واتیکان سیتی نام داره و این کشور تنها یک شهر داره که پایتخت اون هم محسوب میشه. زبان رسمی این کشور ایتالیایی و لاتینه و تنها کشوریه که آبربانک‌هاش به زبان لاتین هستن و واحد پول این کشور یوروه. این کشور کوچک اما قدرتمند دارای اداره پست اختصاصی، آتش نشانی، نیروی پلیس، شبکه نیروی برق، ساختمان رادیو تلویزیون، نشریه رمانو، رستوران‌ها، بانک و شبکه انحصاری اینترنته. در ادامه با من همراه باشید، حقایق از این کشور رو بازگو میکنم که مطمئنم شگفت زده خواهید شد. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. واتیکان ارتش مخصوص خودش رو داره. با نام گارد سوئیسی اسقف کوچکترین ارتش دنیا محسوب میشه. جمعاً 135 نفر نیروی نظامی داره که وظیفه حفاظت از پاپ به عهده اونهاست. البته این ارتش یونیفرم عجیبی هم داره که در دنیا مشهوره. جالبه بدونید 95% این کشور رو مردان تشکیل میدن و باقی زنان و فرزندان نیروهای گارد نظامی هستند. در طول تاریخ کشیش‌ها و پاپ‌ها همیشه مرد بودند و قوانین کاتولیک اجازه نمیداد یک زن پاپ باشه. اما پاپ جوان خانمی بود که هویت زنانش رو مخفی کرد و با نام مردانه ژان زندگی میکرد تا اینکه هویتش به دلیل زایمان ویلو رفت تا به مرگ محکوم شد. تصویر او در بالای مقبره سن پیتر در کلیسای سن پیتر واتیکان قابل مشاهده است. پاپ‌ها اجازه ازدواج ندارند. فرزندآوری برای اونها ممنوعه. تنها کشور دنیاست که نرخ زاد و ولد در اون صفره و هیچ زایشگاهی در داخل خاک واتیکان وجود نداره. طلاق در واتیکان ممنوعه و اگه کسی بخواد طلاق بگیره باید به کشور دیگه‌ای بره. در خاک واتیکان فقط یک پمپ بنزین وجود داره. واتیکان بالاترین آمار جرم و جنایت رو داره و این هم به این دلیله که افراد زیادی در اون رفت و آمد میکنن و همیشه شلوغه. واتیکان تنها کشور دنیاست که زندان نداره و فقط 3 اتاق بازداشت موقت در اداره پلیس اون ایجاد شده. کوتاه‌ترین مسیر ریلی جهان رو داره. فروشگاه‌های واتیکان بدون مالیات هستند اما فقط ساکنان حق استفاده از این امکان رو دارن. تنها کشور دنیاست که هیچ باند فرودگاهی درش وجود نداره و فقط یک بالگرد در این کشور وجود داره. مراسم آدینه پاک یکی از مهمترین مناسبت‌های مسیحیانه و روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح. مسیحیان در این روز به کلیسا رفته عبادت می‌کنن و با خوندن سرود و اوراد دینی این روز رو گرامی می‌دارن. هنگامی که انجیل خونده میشه، پاپ به سمت صلیب رفته اون رو میبوسه و به نشانه تواضع و فروتنی در برابر خداوند به زمین میفته. در ادامه با من همراه باشید تا شما رو با جاذبه‌های گردشگری واتیکان آشنا کنم. کلیسای سن پیتر بزرگترین و ثروتمندترین کلیسای جهانه. سن پیتر از حواریون عیسی مسیح بود که پس از مرگش در این مکان دفن شده. حجاری‌ها، مجسمه‌ها و نقاشی‌های این کلیسا توسط میکلانژ انجام شده. اگر از بالا به ساختمون این کلیسا نگاه کنید شبیه یک کلید دیده میشه که به کلید بهشت معروفه. در این کلیسا دری وجود داره به نام درب مقدس که فقط در سالهای یوبیل باز میشه و مردمی که از اون عبور میکنن گناهانشون بخشیده میشه. یوبیل هر 25 سال یک بار اتفاق میفته. سلسله ستون‌های میدان بیرون کلیسا 140 مجسمه از قدیسان مختلف داره. سایبان 29 متری کلیسا به نام بالاکینو نماد ثروت و توانگریه و مجسمه برنزی سن پیتر که در قرن 13 ساخته شده. اینها بخش‌های شگفت‌انگیزی از این کلیسا هستند. کلیسای سیستین محل اقامت رسمی پاپه. مشهورترین قسمت کلیسا نقاشی آفرینش آدم اثر میکلانژ که بر روی سقف اون کشیده شده و از معروفترین نقاشی‌های موجود در این کلیسا قضاوت نهایی اثر میکلانژ. مضمون این اثر بازگشت مسیح و قضاوت نهایی انسان‌ها توسط خداونده. موزه واتیکان این موزه شامل 70,000 اثر هنریه که سالانه حدود 7 میلیون بازدید کننده داره. موزه مصر، پلکان مارپیچ، اتاق رافائل، کلیسای سیستین از جاذبه‌های موزه واتیکانه.
بخش‌های مهم این موزه که مربوط به تعالیم مسیحیت شامل نقاشی آفرینش آدم، مجسمه باکره سوگواریا پیتا، نقاشی قضاوت نهایی که همگی از آثار میکلانج هستند. کتابخانه واتیکان. این کتابخانه شامل 1,600,000 عنوان کتاب مرجعه. کتاب‌های پوستی، سندهای آرشیوی، نسخه‌های چاپی، کنده‌کاری، نقشه و نقاشی تنها بخش‌های کوچکی از اشیا و اسناد و کتب موجود در این کتابخانه هستند. بخش‌هایی از این کتابخانه از دید عموم پنهان شده و به شدت از آنها حفاظت می‌شود. گفته می‌شود کتاب‌ها و اسنادی در آن وجود دارد که حضور موجودات فرازمینی را تایید می‌کند. شهر مردگان از معروف‌ترین گورستان‌های تاریخ و یکی از اسرارآمیزترین اماکن دیدنی واتیکان. باغ‌های واتیکان با وسعت 57 هکتار، پل سنت آنجلو با مجسمه‌هایی از فرشته‌هایی که روی آن ایستاده‌اند. اینها فقط بخش کوچکی از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی این کشور بود که با شما به اشتراک گذاشتم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً کانال من رو حمایت کنید و نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. در ویدیو بعدی شما رو با موناکو آشنا می‌کنم. لطفاً منتظر ویدیو بعدی ما باشید.